از سمت چپ از سمت راست تصویر ما با جدوگی کبود هست و هماورد یا حریف او ووگر تولیبوف از سمت چپی تصویر با جدوگی راست است، با جدوگی سفید هست. جهانگیر مجیدوف از گرند اسلم ابودابی خاطراتی نیک دارد، چون که اولین نشان برنجی خود از فصلهای جدای جهان را جهانگیر مجیدوف از همین گرند اسلم به دست آورده است و جهانگیر مجیدوف از زمره ورزشگرانی هست که در تیم ملی جودوی آذربایجان 2 سال شماره 1 بود، یعنی در همین وزن 90 کیلو 2 سال با قدرت های جودوی آذربایجان برتر بود. اینجا بر برتری رو دستاندرکاران جودو تیوی هم چندان با اختلاف زیاد نمیبینند. اما یادآور میشم که جهانگیر مجیدوف در کارنامه 116 رقابت 69 پیروزی دارد. ورزشگر 23 ساله تاجیک و ووگر تولیبوف باشد 122 رقابت و 89 پیروزی. شیدوی اول با مجیدوف هجوم یا همون حمله که در مد نظر داشت اصول معمولی حلوک از داخل از نگاه قامتی برتری دارد. جهانگیر مجیدوف فعلا در ریتینگ موقع 63 را اشغال میکند و ووگر تولیبوف در زینه 55 هست. سمت پیسندیده جهانگیر همان سمت راست است. ببینید از قسمت سر آستین حریف چگونه تپیده و اصول خودانداز با پشت یا همان توموی نگ یک نوع رهایی از حمله حریف و همچنین یک اصول و وسیله هرچی بود و بود میتوانست برای جهانگیر امتیاز در پی داشته باشد. ووگر تولیبوف 20 ساله او قهرمان بازی های المپی جوانان هست در سال 2018 و این پنجمین اشتراکش در گرند اسلم، ولی هیچ دستاورد ندارد از گرند اسلم. فرصت قپیدن موافق را انتظار است. جهانگیر یا در رجوع برای قپیدن موافق میکند. و باز داور رقابت را منع میکند. کمکاری اکنون به نوبت گرفته می شود و هر دو حداقل شیدو باید میداد، چون در همان لحظه که فقط می قپیدند و اجرای اصول نبود خود تولیبوف هم هیچ کاری نمی کرد. اکنون بار دیگر رجوع می کند و با جفت زانو با بالای تتمی و بعدا اجرای اصول سر شانه، ولی این هم موفقیت آمیز نبود. یک بار دیگر به همان وسیله جهانگیر باید پرکار خود را وانمود کند در برابر داوران، چون یک شیدوی دیگر در حال تهدید کردن است. سه حمله تولیبوف به چشم می رسید. پایوپای تولیبوف از کامرانشاه استوپریان در رقابت های گرند پری دوشنبه شکست خورده بود. در مرحله دویمی رقابت ها یک بار دیگر ورودی به مورد می توانست باشد یا خلاف حرکت حریف عمل کردن جهانگیر می توانست نتیجه بخش باشد. 30 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی. باز هم همون جهت حرکات حریف یک زایل هست
و جهانگیر که با دلیل کمتر کار کردن داور اشاره میکند که فرانسه کمک میگیرد 10 ثانیه تا پایان وقت اساسی فرصت ماندن. جهانگیر در مرحله دومی رقابت ها بازنده می شود و دیگر حق شرکت در مرحله بعدی رو از دست می دهد. یادآور میشم که هر دو ورزشکاران در مرحله اول استراحت کرده بودند و از دور دوم شروع کردند. فرصتی تماشای هنر امام رضا انورزاده فرا رسید. پهلوان خوشنام تاجیک از سمت راست تصویر ما و شما با جداگی کبود هست. ورزشگر 21 ساله تاجیک امام رضا انورزاده در برابر هماوردش ورزشگر 26 ساله از استریا آرن فارا در همان لحظه اول برداشت و پرتاب از سوی امام رضا را ملاحظه فرموده دوستان. ماهرانه کار کرد در لحظه اول در برابر یک ورزشگر با قدرت. شانس پیروزی 18 بر 82 هست، ولی اگر یک ضد حمله گردشی واقعا و بار دیگر برداشت و پرتاب امام رضا، ولی در برابر ضد حمله یا همون حرکاتی که خلاف حمله امام رضا بود، امام رضا دیگر کار کردن نتوانست، ولی برهم و در همی بود. مسافه نزدیک شد، ولی در اینجا برخلاف همون جهت حرکت امام رضا این حرکت آرن فارا اتفاق افتاد و او در مدت 32 ثانیه در برابر امام رضا انورزاده پیروز شد و به مرحله بعدی می رود.